سلام برابکس، حالتون چطوره؟ من امیر وایتی هستم و خوش اومد به یه ویدیو دیگه. امروز هیچی به ذهنم نرسید و ببخشید چند روز نبودم، مریض شده بودم، سرمای خیلی بد خیلی بد خورده بودم و بعد امروز ویدیومون یه ولاگ توره که بریم بیرون یکم دور بزنیم هوا چجوره و در راه مسیر کلی چیزا پیدا کردم، ولی آخر ویدیو بهتون نشون میدم چه چیزایی فقط پیدا کردم از زمین. بس بشینیم بریم دنبال رفیقمون دور کنیم فعلا تا رفیقمون رو پیدا کنیم. خب برعکس با مشکل مواجه شدیم، بگین چی شد؟ هیچ کدوم از رفیقای لاشه من نمیام بیرون الان. آخه کسکش هیچی، ولش کن. آفتاب بدی میزنه ولی اونور سایه است. عجیبه، شهر عجیبیه. الان انقدر هوا سرده، یعنی بگم که پشتم کوها رو ببینید کلا برفه. دوباره خونه ما یه جوری است، مثلا داخل برف و اینجور چیزاست. هر چند وقت یه بار برف میزنه، زیاد برف نمیزنه. یه ویو بگیرم براتون چیه. فقط ویو داره، ویو ابدی. اونورم آفتاب علی سرد، اصلا هوا سرده. انتهای ویدیو یه چیزایی، یعنی من پیدا کردم بوق پیدا کردم از زمین، براتون عکسشو میذارم. عجب بوقی بود. کسی اسم بوق رو میدونه داخل کامنت ها بگه. خب دوستان بریم من یه چند تا یه چرخ بکشم، ولی یه پارزی نمیتونم بکشم چون این تک بند رو باز کردم برای ویدیو شوتی کردن گلگیر. بعد یه خرپایی بزنیم از این شیب بلند ببینیم چیه. لیتس گو. خب دوستان این بوقیه که من پیدا کردم و اگه میدونید برای چیه و برای چه مارکیه و اسمش چیه داخل کامنت حتما بگین. نیاز به حمایت خیلی زیادی دارم، چنلم جون بگیره و ممنون میشم. ساب لایک دکمه زنگوله بغل رو بزنید. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.